پنجم مرد رئیس ولایت خاتون دولتعلی سعید با ورزشکار جوان و امیدبخش تاجیک عبدالله عارف که با اولین اشتراکش در مسابقه بین المللی اوید باجودو تاشکند گراند سلام 2026 در شهر تاشکند جمهوری ازبکستان مدال طلا به دست آورد. دیدار و ملاقات انجام داده. برای این دستاورد نظراز باجودوکار با مبلغ 20,000 سومانی مکافات پولی تقدیم نمودند. عبدالله عارف دستپرور مکتب مخصوص ورزشی ولایت خاتون اوید با نمودهای گوشتین به نام سید مومن رحیمов در شهر کولا بوده تاجیکستان را در این مسابقه ورزشی در وزن زیر 73 کیلو معرفی نمود. ضمن صحبت با جودوکار اظهار گردید که این دستاورد محض نتیجه زحمت پیوسته، اراده قوی و آمادگی جدی ورزشکار و مربیان ارزیابی می‌گردد. مورد ذکر است که در پیروی به اقدام‌های نجیبانه پیشوای معظم ملت با مقصد هوسمندگردانی جوانان و ورزشکاران ولایت جایزه رئیس ولایت خاتون برای غالبان مسابقه‌های بین المللی ورزشی تأسیس یافته است که عبدالله عارف همچون اولین ورزشکار موفق در سال 2026 صاحب این جایزه گردید. رئیس ولایت دولتعلی سعید عبدالله عارف را با این پیروزی تاریخی صمیمانه تبریک نموده برایش در مسابقه‌های میانبده برای موفقیت‌های بیشتر را تمنا نمود.